درود به همگی، خوش اومدید. بالاخره اولین قسمت از سریال ایت ویلکام تو دری منتشر شد و توی این ویدیو می‌خوایم بریم به سراغ خلاصه این قسمت برای اونایی که ندیدن و میتونه مرور باشه برای اونایی که دیدن. این ویدیو صرفاً خلاصه قسمت اوله، پس همونطور که مشخصه قرار اسپویل بشه. این قسمت نکاتی هم داشت که این نکات و بررسی این قسمت رو میذاریم برای ویدیوی بعد. پس این ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا ویدیوهای جدید رو از دست ندید. قسمت اول با یه صحنه شدیداً عجیب و غریب شروع میشه. ما وارد سالن سینمایی میشیم و یه پسر خیلی کم سن و سال رو میبینیم به اسم متی با یه پستونک توی دهنش. این پسر دزدکی برای تماشای فیلم د موزیکمن یا مرد نوازنده اومده که یکی از کارمندای سالن یا نگهبان اونجا به اسم کال متوجه حضورش میشه و باعث فرار متی میشه. در ادامه این مرد جوان از یه دختر به اسم رانی که توی سینما با پدرش هنگ کار میکنه در مورد دیدن این پسر میپرسه که این دختر وانمود میکنه که نمیدونه اون پسر کجاست، در حالی که متی هنوز داخل سینما پنهان شده. کمی بعد کارل دوباره متی رو موقع فرار میبینه و دنبالش میره، اما فقط موفق میشه تهدیدش کنه و متی در نهایت فرار میکنه. متی توی خیابون‌های سرد دری سرگردون میشه. یه خانواده بسیار مهربون بهش پیشنهاد سوار شدن توی ماشین برای رفتن به پورتلند میدن و ازش میپرسن که خونه‌ات کجاست. اما متی جمله مهم میگه: خونه هر جایی به جز دری. و به راهشون ادامه میدن. اما خیلی زود متوجه چیزی به شدت غیرعادی میشه. دختر کوچیک خانواده تیکه‌های جگر خام رو میخوره. مادرش با لحن بدی باهاش صحبت میکنه و پسرشون کلمات شوم و بدی رو به کار میبره. وقتی متی متوجه میشه ماشین به جای پورتلند دوباره به سمت دری برمیگرده، سعی میکنه فرمون ماشین رو بگیره که با مقاومت راننده یا پدر خانواده مواجه میشه و همین عمل باعث میشه به شکم باردار مادر خانواده ضربه بزنه و خیلی سریع زایمان آغاز میشه. دوربین بدون هیچ ملاحظه‌ای صحنه زایمان رو نشون میده و نوزادی متولد میشه که هیچ شباهتی به انسان نداره. موجودی با لار زشت و بیریخت شبیه بچه مسئولین مفسد با حفره‌های سیاه به جای چشم. این موجود شیطانی پرواز میکنه و در نهایت متی رو میکشه. این میشه نخستین قربانی سریال در یک صحنه منزجر کننده عجیب که چندان ترسناک هم نبود و این شد شروع سریال. میریم به 4 ماه بعد و از اینجا به بعد 2 خط داستانی موازی رو دنبال میکنیم، یکی بزرگسالان و دومی بچه‌ها. توی این پرش زمانی میرسیم به جایی که با سرگرد نیروی هوایی لروی هنلون آشنا میشیم، یه خلبان که به تازگی به دری نقل مکان کرده از مأموریتی در کره و منتظره که خانواده‌اش هم به این شهر بیان. بعد از آشنایی کوتاه با هنلون میریم مدرسه محلی و شخصیتی به اسم لیلی رو دنبال میکنیم که بچهای توی راهرو یه جور خاصی بهش نگاه میکنن، چون مدتی رو توی آسایشگاه روانی گذرونده. همچنین با دوستش مارج که بیشتر دنبال دیده شدن و محبوبیته. 2 تا پسر دیگر رو هم میبینیم به اسم تدی و فیل که دارن درباره اتفاقاتی که توی پایگاه نیروی هوایی افتاده صحبت میکنن. اینا گروهی از بچهای طرد شده شهر هستن. لیلی که بهش میگن آسایشگاهی چون مدتی رو توی بیمارستان روانی گذرونده. تدی بهترین دوست فیل که به خاطر ناپدید شدن متی عذاب وجدان داره و فیل پسری که وسواس داره و علاقه زیادی به بیگانگان و احتمالات عجیب داره. برگردیم به پایگاه نیروی هوایی، نجات پرستی و تنش. هنلون که یکی از معدود سربازای سیاه‌پوست پایگاهه، به خاطر رنگ پوستش با رفتار سرد و بی‌احترامی از طرف یکی از زیردستاش به اسم مسترز روبرو میشه. این تاکید سریال روی نجات پرستی ادامه دهنده تم اصلی استیون کینگ که نشون میده چطور نفرت مردم پنیواز رو قوی‌تر میکنه. بعد از یه بحث پرتنش با مسترز، سرهنگ شو رو میبینیم که این بحث رو خاتمه میده و از سرگرد میخواد که فردا برای یه دیدار به دفترش بره و خودش رو تا اینجا آدم خوبی نشون میده. لیلی توی حموم خونه‌شون نشسته و داره به دستبندش نگاه میکنه و آویزی که بهش وصله که یک لاک پشته و اونو به خاطری در گذشته میبره و یه فلش بک اینجا نشون داده میشه از متی و لیلی که شب سال نو با هم بودن. متی از لیلی در مورد پدرش میپرسه و میخواد باهاش حرف بزنه تا خودش رو خالی کنه. لیلی هم شروع میکنه به حرف زدن و اینکه پدرش چطوری مرده. بعد از این فلش بک صدای متی از داخل لوله‌های روشویی و فاضلاب شنیده میشه که داره آهنگ تروبل یا دردسرساز رو میخونه. لیلی التماس میکنه که برگرده اما متی فریاد میزنه اون نمیذاره و 2 انگشت خونی از لوله بیرون میاد و لیلی رو وحشت زده میکنه. لیلی ماجرا رو به مارج میگه اما مارج فکر میکنه که لیلی دیوونه شده و بهش میگه دهنشو ببنده، چون 2 ماه مونده تا تابستون و اونا توی مدرسه نیازی به دردسر ندارن و ممکنه دوباره اونو بفرستن به آسایشگاه روانی‌ها. اما لیلی این قضیه رو به تدی و فیل میگه چون اونا دوستای متی بودن. فیل باور نمیکنه اما تدی احتمال میده متی هنوز زنده باشه. یه شب تدی موقع شام خوردن از پدرش میپرسه که ممکنه بچه رو بدزدن و توی زیرزمین سالها نگهش دارن. پدرش که یهودی جواب میده ما یهودی هستیم و بهتر از هر کسی میدونیم وحشت واقعی یعنی چی. واقعیت خودش به اندازه کافی ترسناکه. بعد شروع میکنه از اردوگاه‌های مرگ و چراغ‌خواب‌هایی که از پوست زندانی‌های یهودی ساخته شدن حرف میزنه و به تدی میگه که این کتاب‌های کمیک تخیلی رو کنار بذاره و واقعیت‌ها رو ببینه.
همون شب تدی کابوسی رو در واقعیت میبینه. چراغ‌خواب اتاقش تبدیل میشه به صورت‌های دوخته شده قربانی‌هایی که لباشون با نخ بسته شده و از دل تاریکی جیغ میزنن. شبیه داستانی که پدرش تعریف کرده بود و اینجا یه بار دیگه با این موضوع روبرو میشیم که ایت از ترس و نادیده گرفته شدن تغذیه و به هدفش حمله میکنه. وقتی تدی کابوسش رو برای فیل تعریف میکنه، فیل هم باورش میکنه. حالا این دو نفر و لیلی تصمیم میگیرن خودشون درباره ناپدید شدن متی تحقیق کنن. با خواهر کوچیک فیل سوزی به بایگانی روزنامه‌های شهر میرن و توی یکی از گزارش‌ها با اسمی برخورد میکنن که آخرین نفری بوده که متی رو زنده دیده، دختری به اسم رانی. رانی هم سن اوناست و با پدرش هنگ توی سینما کار میکنه. وقتی بچه‌ها ازش درباره متی میپرسن، اولش امتناع میکنه چون پلیس بعد از ناپدید شدن متی سعی کرده بود حادثه رو بندازه گردن پدر سیاه‌پوستش. اما وقتی از ترانه‌هایی که از فاضلاب شنیده میشدن حرف میزنن، رانی هم جا میخوره چون خودش هم صدای بچه‌هایی رو شنیده که از لوله‌ها اسمش رو صدا میزدن و همون آهنگ تروبل یا درد سرساز رو از فیلم د موزیکمن رو میخوندن. در همین حال داستان دیگه هم در دری در جریانه. لروی هنلون رو میبینیم که داره آماده میشه بخوابه. درباره ساخت مجسمه به اسم پل بانیان میخونه، همون مجسمه‌ای که توی فیلم ایت قسمت دوم سال 2019 دیدیم. بعد نگاهی به عکس خانوادگیش میندازه و میخوابه. هنلون توسط 3 مرد نقابدار مورد حمله قرار میگیره که ازش یه سری اطلاعات در مورد بمب افکن بی 52 میخوان و میگن که اگه نده میکشنش. اما یکی از دوستاش سر میرسه و اونا فرار میکنن. رانی بقیه رو میبره سینما و آماده میشه که چیزی رو توی سالن سینما براشون پخش کنه. لیلی و تدی به متی فکر میکنن و اینکه کاش میتونستن بهتر باش رفتار کنن تا اون اتفاق براش نمیافتاد و کل دلیلی که به خاطرش اینجان اینه که فکر میکنن اون آهنگی که متی میخونه و اونا صداشو میشنون خیلی شبیه آهنگ فیلمی که شب ناپدید شدن متی توی سالن سینما پخش میشده. رانی فیلم مرد نوازنده د موزیکمن رو روشن میکنه و اونا متی رو توی فیلم میبینن. متی به سمت پرده حرکت میکنه، اسمشون رو صدا میزنه، ولی بعدش میگه که اونا دلیل این وضعیتی هستن که اون توش گیر کرده. متی سرش رو پایین میندازه، بعد بالا میاره و یه لبخند شیطانی روی صورت شبیه پنی وایز ظاهر میشه و بعد اون بچه خفاش مانند رو به سمتشون پرت میکنه. اندازه اون موجود بزرگ میشه و در نهایت تدی و فیل و سوزی رو میکشه، در حالی که لیلی و رانی دارن نگاه میکنن. یه صحنه پایانی شوکه کننده رو با هم میبینیم. دوربین نشون میده که لیلی غرق در خون و جیغ میزنه و دست بریده سوزی رو توی دستش گرفته. در واقع این تدی و فیل نبودن که قهرمانای ما بودن. سریال یک جابجایی انجام میده و این نشون میده که لیلی و رانی فقط از این حمله زنده میمونن و این دو نفر حالا رسما باشگاه بازنده‌های جدید ما هستن. و حالا باید منتظر اتفاقات بعدی با مدن خانواده هنلون هم باشیم. خب دوستان، این ویدیو فقط خلاصه قسمت اول این سریال بود که نکاتی رو هم داشت. اگه دوست داشتین میتونید منتظر ویدیوی بعد باشید که میریم به سراغ بررسی و نکاتی که این قسمت داشت. پس لایک یادتون نره، سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای جدید با خبر بشید. نظرتون رو هم در مورد این قسمت بنویسید تا ویدیوی بعد. What sense it was to me? It wasn't me.